به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه 18 از تیم عمومی رو در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل در مورد اعداد کوانتومی صحبت کردیم. اعداد کوانتومی اصلی n، اعداد کوانتومی فرعی l و اعداد کوانتومی مغناطیسی یا ml صحبت کردیم. امروز ادامه ml یا همون اعداد کوانتومی مغناطیسی رو میگیم خدمتتون که در مورد شکل اوربیتال ها هست. در این مورد صحبتی میکنیم و بعد عدد چهارم کوانتومی که همون ms هست رو توضیح میدیم. بعد انشاءالله یه سعی میکنیم مثال براتون حل کنیم که توی این قسمت انشاءالله مشکلی نداشته باشید. خب شکل اوربیتال ها که از روی ml حالا به وجود میاد اینجوری هست که تمام اوربیتال های اس کروی هستن. خب گفتیم که زیلای اس فقط یه دونه اوربیتال داره و یه خونه داره و که ml صفر هست. بنابراین هیچ جهتگیری تقریبا میتونیم بگیم نداره، یا میتونیم بگیم جهتگیری تو تمام حالا جهت های x و y z یکسانه. بنابراین شکل کروی رو برای اس انتخاب کردن که هر سه جهت هم روی اون کره مشخص کردن که جهت ها هم با هم یکسانن و تفاوتی نداره. اما برای حالا زیلایه پی که اگه یادتون باشه ما زیلایه پی رو گفتیم که به سه دسته تقسیم، به سه قسمت تقسیم میشه که سه تا اوربیتال داره، یعنی حالا زیلایه پی سه اوربیتال است. خب و ام هاش هم اینجوری بود که وسطی صفر میشد، سمت چپی -1 و سمت راستی مثبت 1. پس سه تا جهتگیری متفاوت داشتن، درسته؟ بنابراین ما این شکل ها رو برای حالا اوربیتال های پی در نظر میگیریم که سه جهت مختلف رو نشون میدن. جهتی که توی روی Z هست که میگن پی Z، جهتی که روی محور Y هستش میگن پی Y و جهتی که روی محور حالا X هست که میگن پی X. درسته؟ همون 0-1 مثبت 1 هست که ما توی ml نشون میدیم. پس همه اینها یک انرژی هاشون یکسانه، فقط از نظر جهتگیری با هم دیگه متفاوت هستن. پس من برای S فقط یک شکل و برای P سه تا شکل دارم. پس به اندازه اوربیتالان یا به اندازه اعداد ml هم من شکل اوربیتال مختلف دارم. خب از روش میخونم چگالی الکترونی اوربیتال دوپی کروی نیست، بلکه هر اوربیتال پی شامل دو بخش موسوم به لوب هست که در دو طرف صفحه‌ای که از هسته میگذرد قرار دارند. شکل هر سه اوربیتال یکسان است، اما از نظر جهتگیری لوب‌ها تفاوت دارند، چون لوب‌ها را میتوان در جهت محور x، y یا z قرار داد. نمادهای 2p x، 2p y و 2p z آنها نشون داده شده. درسته؟ خب برای دی هم اگه حالا خاطرتون باشه توی جلسه قبل توضیح دادیم که زیلایه دی هم از به 5 قسمت تقسیم میشه، 5 اوربیتال مختلف داره و ام های متفاوت. چون ام هاش متفاوته بنابراین شکل اوربیتال ما هم متفاوت هست. اوربیتال وسط رو میدادیم صفر، این ورش -1 و -2 بود، اون سمتش هم +1 و -2. پس چون اعداد مختلفی برای ام هست شکل‌های متفاوتی هم براش قرار دارن. نمودار سطح مرزی 5 اوربیتال سری نمایش داده شده. شکل اوربیتال دی Z2 با سایر اوربیتال‌ها متفاوته، اما تمام اونها از نظر انرژی یکسانن. پس اوربیتال‌های دی هم از نظر انرژی یکسان هستند، فقط چون ML متفاوته از نظر جهتگیری تقریبا میتونیم بگیم متفاوته. ذره از نظر شکل هم توی دی نسبت به حالا شکلی که ما برای پی رسم کردیم متفاوت‌تر هستن. خب نگاه کنید، دی ایکس وای به این معنی است که نگاه کنید اینا از یک صفحه تشکیل شدن. حالا برعکس پی که یه دنبل شکل بود توی محور قرار میگیره، معمولا اوربیتال های دی به صورت صفحه‌ای هستن، 4 تا لوب دارن. حالا این دی ایکس وای یعنی اینکه این صفحه بین محور ایکس و وای قرار گرفته. حالا من تا تونستم حالا سعی کردم خوب نشونش بدم. دی وای زد یعنی بین وای و زد قرار گرفته، درسته؟ بینشون، یعنی ازشون اون محور رد نشده. دی وای زد هم یعنی بین وای و زد قرار گرفته، باز از بین صفحات قرار گرفته، روی خود صفحات قرار نگرفته. یکی اما ایکس و وای دو روی خود محورها قرار گرفتن. دقیقاً این لوبه روی محور هست، این لوبه هم روی محور ایکس و وای هست، یعنی محور از توش گذشته. دیگه Z2 هم که همینطور که میبینید یکم با اونا متفاوت هست. تقریبا میشه یه اوربیتال مثل پی داره و بقیه هم که اطراف اون اوربیتال قرار گرفتن.
این شکل اینا این شکل خلاصه یادتون باشه. حالا اینجوری که من میگم مثلا تو امتحان بگم این شکل برام بکشید، فقط اینا رو میخوایم به عنوان یه پیش زمینه تو ذهنتون باشه که انشالله شما شیمی فیزیک دارید، شیمی فیزیک عالی هم ممکنه داشته باشید، انشالله در ترمای آینده که این درس رو دارید اینا پیش زمینه داشته باشید. اونا پیشرفته تر میگن و از این هم فراتر میرن، حالا بیان سطح انرژی هاشون رو بررسی میکنن. این آمادگی ذهن رو داشته باشید که هر کدوم از این اوربیتال ها به یک شکل هستن. این اوربیتال هم کلا منظورمون اینه که چرخش الکترون به این سمت، یعنی اینجوری الکترون میچرخه توی لایه دی، چون الکترون اینجوری نیست که ثابت بمونه دیگه، پس بستگی این که به توی کدوم زیرلایه قرار گرفته میچرخه. حالا بستگی اگه توی زیرلایه به عنوان مثال دی قرار گرفته باشه به یکی از این شکل‌ها میچرخه و حالا بقیه موارد. خب بریم سراغ حالا عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین یا MS که تقریبا میتونم بگم آخرین عدد کوانتومی هست که ما در موردش صحبت میکنیم. خب MS برای توصیف کامل یک الکترون هست، نشون میدیم که این الکترون وقتی میچرخه به چه صورتی در میاد. خب نگاه کنیم، ما الکترون رو تقریبا میتونیم بگیم به صورت یک فلش نشون میدیم برای شما. همین فلش های آبیا و همین قرمزا اینا چی هستند؟ اینا الکترون ها هستند. خب اگه یادتون باشه من توی جلسه قبل گفتم که توی هر خونه یا تو هر اوربیتال دو تا الکترون میتونه جا بگیره، اما به شرطی که این دو تا الکترون عکس هم دیگه قرار بگیرن. به این معنی که مثلا این فلش آبیه که یه دونه الکترون هست به سمت بالا باشه، این فلشه به سمت پایین. ببین الکترون ها فلش نیستن ها، ما با این فلش ها جهت چرخش الکترون نشون میدم. یعنی چی؟ یعنی الکترونی که توی این مثلا اوربیتال قرار گرفته با عنوان مثلا راستگرد میچرخه، درسته؟ مثل حالا اون یکی با عنوان مثلا چپگرد میچرخه. پس جوری اینا باید باشن که همدیگر رو خنثی کنن. اینا وقتی میچرخن یک حالت مغناطیسی به وجود میارن، یک حالت مغناطیسی اطراف خودشون به وجود میارن. پس اگه هر دوتاش به یه سمت چرخن، خب اصلا این اوربیتال از هم میپاشه و این الکترون ها ازش خارج میشن. اما اگه دو تا الکترونی که وجود دارن عکس همدیگه بچرخن، مثلا یکی ساعتگرد بچرخه یکی پاد ساعتگرد بچرخه، اینا اثر همدیگه رو خنثی میکنن، برای راحت میتونن توی اون اوربیتال باقی بمونن. پس این عدد کوانتومی MS دقیقاً منظورش اینه که توی هر اوربیتال یه دونه الکترون به سمت بالا یعنی ساعتگرد میچرخه، یکی به سمت پایین یعنی پاد ساعتگرد میچرخه که اثر همدیگه رو خنثی کنن. اونی که به سمت بالا هست با مثبت 1/2 به صورت قرارداد نشون داده میشه، اما اونی که به سمت پایین است با منفی 1/2 نشون داده میشه. پس بدونید که MS یا هر الکترونی هم میتونه حتی از نظر چرخش خودش به تنهایی هم متفاوت باشه از دیگری. اگه به صورت راستگرد به چرخه یا به صورت ساعتگرد به چرخه بهش میگیم که مثبت 1/2 هست MSش، و اگه که به صورت چپگرد یا پاد ساعتگرد به چرخه که منفی 1/2 هست. خب دو الکترون با مقادیر متفاوت MS، یکی مثبت 1/2 و دیگری منفی 1/2، دارای اسپین های مخالفند. دستاور مغناطیسی اسپین این دو الکترون یکدیگر را حذف می‌کنند. هر اوربیتال با دو الکترون دارای اسپین های مخالف پر میشه، درسته؟ پس هر اوربیتالی با دو تا الکترون که اسپین مختلف دارن پر میشن. مثلا این پی رو نگاه کنید، خودش 3 تا اوربیتال داشت دیگه. توی هر اوربیتالی تو جداگانه 2 تا الکترون قرار میگیره، درسته؟ این حالت پر شده پی هست. حالا ما که همیشه پیمون پر نیست به عنوان مثال، یا اسممون همیشه پر نیست. اگه پر نباشه که حالا قاعده‌شو میگم خدمتتون، اگه این بخواد پر بشه به ترتیب اول موازی هم پر میشن و بعد عکسش قرار میگیره. یعنی اول یه خونه پر میشه، بعدش میاد حالا خونه ها جفت میشه با هم دیگه. حالا در مورد پر شدن این اوربیتال هم حتما براتون توضیح میدم. خب به این ترتیب هر اتم را با 4 عدد کوانتومی میتونیم توصیف کنیم. حالا یه خلاصه‌ای بگیم. N که بیانگر لایه و فاصله نسبی الکترون هسته است. L بیانگر لایه فرعی و شکل اوربیتال الکترون هست. در غیاب میدان مغناطیسی اوربیتال های یک لایه فرعی معین از لحاظ انرژی هم ارزند، درسته؟ مثلا L ما S باشه P باشه، P خودش یه مثلا انرژی داره، S هم یه انرژی بر خودش داره. ML که بیانگر جردگیری اوربیتالاست که حتی شکل‌ها رو هم براتون نشون دادیم، و MS هم که به اسپین الکترون اشاره داره. خب بریم سراغ اصل طرد پاولی هم توضیح بدیم خدمتتون. خب اصل طرد ولفگانگ پاولی میگه که مجموعه 4 عدد کوانتومی برای 2 الکترون در یک اتم نمیتواند یکسان باشد. یعنی اگه شما توی یه اتمی الکترون های متفاوتی داره، درسته؟ هیچ 2 الکترونی نیستن که این 4 تا عدد کوانتومیشون شبیه به هم باشه.
حالا بخیر یا Nشون با هم متفاوت، یعنی لایه‌هاشون متفاوته، یا Lشون متفاوت، مثلا این یکیش تو S یکیش تو P. اگه حتی این هم یکسان باشه ممکنه MLش متفاوت باشه، مثلا تو P هست یکیش تو خونه ML 0 باشه، یکی تو خونه ML مثلا مثبت 1 یا منفی 1 باشه. حتی اگه اینم با هم برابر باشن، یعنی دقیقاً تو یه خونه هم قرار داشته باشن، حتما MSشون دیگه متفاوته، درسته؟ یعنی MS یکی مثبت، MS یکی منفیه. پس پاولی میگه مجموعه 4 عدد کوانتومی برای 2 الکترون در یک اتم نمیتواند یکسان باشد، حتی در صورتی که 2 الکترون دارای مقادیر یکسان برای N و L و ML هم باشند، از لحاظ مقادیر MS تفاوت خواهند داشت. این وضعیت بیانگر مزدوج بودن 2 الکترون در یک اوربیتاله، یعنی نشون میده که توی اوربیتال این دوتا با هم زوج شدن یعنی یکی به سمت بالا و یکی به سمت پایین قرار گرفته از الکترون ها. بنابراین بر اساس اصل طرد پاولی یک اوربیتال نمیتواند بیش از 2 الکترون داشته باشد. حداکثر الکترون موجود در یک لایه را با 2n2 نشون میدن. پس من اگه مثلا به شما گفتن لایه 4 چند تا الکترون داره، خب راحت با استفاده از 2n2 میتونید حسابش کنید که به جای n بذارید 4 به توان 2 که میشه 16، دو تا 16 تا میگه 32 تا الکترون داره. هر اوربیتال میتواند 2 الکترون داشته باشد، بنابراین بیشترین تعداد الکترون در یک لایه 2 برابر تعداد اوربیتال های اون لایه است. بیشترین تعداد الکترون یک لایه فرعی رو با ضرب تعداد اوربیتال های لایه فرعی در 2 میتوان به دست آورد. یعنی که من این دو رو بردارم میشه تعداد اوربیتال ها، درسته؟ چون که توی هر اوربیتالی 2 الکترون وجود داره، پس من 2n2 میگم تعداد الکترونم. اگه 2 شو بردارم n به توان 2 میشه تعداد اوربیتالم. خب اینم که حالت کلی رو داره می‌نویسه که لایه اول 2 الکترون کلا جا میگیره، لایه دوم 8 الکترون، لایه سوم 18 الکترون و به همین ترتیب که انشالله بیشتر هم براتون توضیح میدیم. خب بریم سراغ دیگه مثال حل کنیم که حالا با مثالای این مبحث انشالله آشنا بشید. تراز n برابر با 4 را بر اساس زیرلایه ها، اوربیتال ها و الکترون ها تبیین کنید. یعنی دقیقاً مشخص کنید تو زیرلایه 4 چه چیزایی وجود داره، یعنی هم زیرلایه هاشو بگید، هم اوربیتال ها، هم الکترون ها، کامل توضیح بدید. خب در مدار n برابر با 4 یا همون لایه n برابر با 4 گفتیم 4 نوع اوربیتال مختلف با L 0 و 1 و 2 و 3 وجود دارن، درسته؟ که میتونیم بگیم S و P و D و F، درسته؟ چون گفتیم هر تعدادی نمون داشته باشه همون تعداد من زیرلایه L دارم که جمعا 16 اوربیتال میشه، درسته؟ پس کلا 16 اوربیتاله. دلیلش هم چیه؟ چون اوربیتال S من یه دونه است، اوربیتال حالا P من به صورت 3 تا، D 5 تا، F حالا به صورت 7 تاست. اما دقت کنید ما رابطه داشتیم که میتونستیم تعداد اوربیتال ها رو به دست بیاریم. وقتی n رو به توان 2 برسونم، n به توان 2 میشه تعداد اوربیتال ها. حالا اگه n رو به توان 2 رسونم در 2 هم ضرب کردم میشه تعداد الکترون ها. پس این عدد 16 و این عدد 32، 16 برای اوربیتال، 32 هم برای الکترون، از همون فرمول n2 یا 2n2 به دست اومده، درسته؟ خب حالا دیگه اومده کلا توضیح داده، البته بقیه‌اشو دیگه خودتون باید بخونید. اینجا من نوشتم تعداد اوربیتال با n به توان 2، تعداد الکترون ها با 2n به توان 2 نشون داده میشه. حالا من یک چند تاشو میگم خدمتتون. ال ما اگه 0 باشه، دارم یکی یکی توضیح میدیم دیگه. اگه المون 0 باشه، MLمون حتما 0، عدد دیگه ای نداره. خب این منظور چیه؟ یعنی اگه S باشه ما فقط یه دونه ML داریم که اسمش هم 0. خب اگه المون 1 باشه، داریم اینا رو توضیح میدیم. اگه المون 1 باشه یعنی P باشه، ML ما منفی 1 0 و مثبت 1، اینا رو توضیح داده بودم برای ML. اگه المون 2 باشه که یعنی D باشه، MLمون منفی 2 منفی 1 0 مثبت 1 و مثبت 2 خواهد بود. و اگه المون 3 باشه که یعنی F هست، پس MLمون از منفی 3 شروع میشه تا 0 و از 0 هم شروع میشه تا مثبت 3، درسته؟ پس وقتی میگه اینا رو تبیین کنین کامل توضیح بدید که ما چی داریم، چند تا اوربیتال، چند تا الکترون داریم و همه رو توضیح بدید که یکی یکی عدداش به چه صورتیه، که ما یکی یکی اومدیم الا رو ML رو کامل توضیح دادیم. خب یه سوال دیگه، یعنی یک نمونه سوال دیگه اینجوری هست که برای هر یک از الکترون های موجود در حالت پایه نیتروژن مقادیر 4 عدد کوانتومی را به دست آورید. خب
خب گفته نیتروژن هم که میدونید 7 تا پروتون داره، پس 7 تا هم الکترون داره. درسته؟ گفته هر کدوم از الکترون هاشو برای 4 عدد کوانتومی جداگونه بنویسید. درسته؟ خب من برای یه دونه الکترون ها باید بیام این کار رو انجام بدم. خب الکترون اولش کجا قرار گرفته؟ اینجا قرار گرفته دیگه. درسته؟ یعنی توی اس. پس ان من میشه لایه اول. خب توی کدوم ال؟ چون تو اس قرار گرفته پس ال هم میشه 0. درسته؟ خب وقتی ال 0 باشه که یعنی اس باشه ام ال هم حتما 0. درسته؟ خب 2 تا الکترون اینجا هست، پس یکی از الکترون هاش با مثبت 1/2، الکترون دوم همه اینهاش شبیه به همه، فقط ام اسش منفی 1/2. درسته؟ پس من برای یکی یکیشون باید بیام چی بنویسم؟ باید عدد کوانتومی بنویسم. پس 2 تا الکترونی که توی لایه اوله و توی اس قرار گرفته نشون با هم برابرن، لشون هم با هم برابرن، ام لشون هم با هم برابرن. تنها چیزی که با هم متفاوته ام اسشونه، یعنی این 2 الکترون یکی به سمت بالایی که به سمت پایین قرار میگیره، یا همون ساعتگرد و پاس ساعتگرد. پس این 2 تا رو تونستیم بگیم. برم سراغ این 2 تا الکترونه که توی اس لایه دومه. پس n هم میشه 2 یعنی لایه دومه. 2 تاشو با هم بررسی میکنم. خب اناشون یکیه، الاشون هم که 0 چون تو اس قرار گرفته، ام الاشون هم که 0 چون باز تو اس قرار گرفتن. فقط ام اس هاشون با هم متفاوته، یکیش ام اسش مثبت 1/2، یکی منفی 1/2. پس این 4 تا رو توضیح دادیم. حالا این 3 تا میمونه. درسته؟ خب این 3 تا تو لایه دومه و توی پیه. پس nش میشه 2 ستاش. درسته؟ برای 3 تاش هم توی پیه، پس الاشون میشه 1. درسته؟ حالا ام الاشون اگه یادتون باشه توی پی من 3 تا ام ال داشتم، یه مثبت 1، یه 0 و یه منفی 1. درسته؟ پس هر کدوم رو اینجوری می‌نویسم. و حالا ام اس هاشون چجوریه؟ ام اس هر 3 تاشو می‌نویسم مثبت 1/2. دقت کنید اگه من یه دونه الکترون توی اوربیتال های یکسانی داشته باشم، باید اول همیشه یک جهت رو بهشون بدم. حالا رفتیم جلوتر براتون کامل توضیح میدم. حالا چون پی من فقط 3 تا الکترون، اگه 6 تا الکترون داشت خب کاری نداشتم، توی هر کدوم 2 تا الکترون میذاشتم. اما الان که 3 تا الکترون داره، توی هر کدوم از خونه‌ها یه دونه الکترون قرار میگیره. خب حالا هر کدوم از این خونه‌ها یه دونه الکترون قرار میگیره، من چجور بذارم؟ 3 تاشو به سمت بالا بذارم تو خونه‌ها، یا نه مثلا یکی بالا یکی پایین؟ چجوریه؟ یه اصلی داریم که الان من بعد از این توضیح میدم براتون. حتما اگه ما توی اوربیتال ها تک تک الکترون داریم، یعنی جفت نشده، حتما همشو به صورت قرارداد به سمت بالا باید بکشی، یعنی تو هر خونه ای الکترون به سمت بالا قرار میگیره. حالا بعد که میخواد جفت بشه، تازه میاد یکی جفت به این میشه، یکی جفت این یکی میشه، یکی هم جفت این یکی میشه. پس اگه ما بخوایم الکترون ها رو توی پی یا توی دی که چند خونه با هم دیگه دارن تقسیم کنیم، اول باید به هر خونه یکی یه دونه الکترون بدیم. درسته؟ وقتی که یکی یه دونه الکترون گیرشون اومد، حالا تازه الکترون که زیاد اومد، میام هر خونه رو یکی یکی جفت میکنم. درسته؟ پس حواستون به این مورد باشه. و اونایی که تکی توی هر خونه قرار گرفتن، همشون باید با هم اسپین باشن، یعنی همه باید مثبت باشن به سمت بالا. بعد که جفت و جفتیاشون میشه چی؟ اسپینشون میشه منفی 1/2. به این دلیل هست که من برای 3 تایی که الکترون گذاشتم توی این قسمت پی، 3 تاش ام اس هاشو مثبت 1/2 در نظر گرفتم. خب اینم از این نوع سوالی که حالا ممکنه یه دونه الکترون ها رو بگن، شما بیایید و بر اساس 4 عدد کوانتومی تنظیم کنید. خب یک نمونه مثال دیگه هم این هست که در هر یک از مواد زیر چند الکترون وجود داره. ببینید من نمونه‌هاشو حل می‌کنم، حتما شما مراجعه کنید به آخر فصل و شبیه به اینایی که من حل کردم و چند مورد حل کنید که حالا دستتون پر بشه برای امتحان مشکل نداشته باشید. خب گفته در هر یک از مواد زیر چند الکترون وجود دارد. خب باز اومدم نکات رو که اونایی که نکته داشتن رو براتون آوردم. اگه بگه n4، خب خیلی ساده است. اگه فقط اسم لایه رو بیاره، خب گفتیم تعداد الکترون ها میشه 2n به توان 2 که راحت میتونی به دستش بیاری. اما اگه محدودش کنه، یعنی بگه nش 2 باشه، lش هم یه مقداری باشه، مثل اینجا گفته nش 2 lش 2. خب یکم دقت کنید. اگه یادتون باشه من یه نکته گفته بودم زمانی که داشتم n و l رو توضیح میدادم، میگفتم n شما هر چی باشه ما همون تعداد l یا لایه فرعی داریم. مثلا n من که 2، من لایه فرعی 2 تا دارم، میشه 0 و 1. درسته؟
خب الان این که نوشته LS2، من میگم اصلا L2 توی N2 وجود نداره. حواستون باشه ها، من اگه یادتون باشه حتی تاکیدم کردم اونجا تو جلسه قبل براتون، گفتم که همیشه عدد L یه دونه کمتر از N من خواهد بود. درسته؟ الان N من که 2 هست، من 2 تا لایه فرعی 0 و 1 دارم، پس 2 ندارم. پس اصلا من اینجا به هیچ عنوان الکترونی ندارم. چرا؟ چون اصلا L2 توی N2 وجود نداره. خب پس من اینجا نوشتم N وقتی 2 باشه من فقط SOP دارم. L2 که بهم داده مربوط به دیه، بنابراین در لایه دوم زیر لایه دی وجود نداره، یا اوربیتال دی وجود نداره. بنابراین میتونم برای این بگم 0 الکترون دارم من، چون به اینا به شما گفته چند الکترون با این حالت وجود داره. هیچ الکترونی با این حالت وجود نداره که LS2 باشه Nش هم 2 باشه. من هیچ الکترون اینجوری سراغ ندارم، چون اگه لایه دوم باشه من فقط L0 و 1 دارم، L2 ندارم. پس هیچ الکترونی با این مشخصات وجود نداره. حالا این یکی چی؟ N2 باشه L0 باشه. خب لایه دوم من L0 باشه یعنی چی؟ یعنی S داشته باشه. درسته؟ تو لایه دوم توی اس من چند تا الکترون میتونه جا بگیره؟ 2 تا. خب خیلی خیلی ساده است. توی اوربیتال های اس کلا 2 الکترون میتونه جا داشته باشه. حالا میخواد تو لایه دوم باشه، میخواد تو لایه دهم باشه، اصلا مهم نیست. تو ما 7 تا لایه بیشتر نداریم. تو هر کدوم از لایه ها باشه کلا اس من 2 تا الکترون بیشتر جا نمیشه و من اون 2 الکترون رو نوشتم. خب حالا اومده محدودتر کرده، دوباره گفته n هم 4 باشه. n هم 4 باشه یعنی میتونه هم S داشته باشه، هم P داشته باشه، هم D داشته باشه. درسته؟ حالا F هم میتونه داشته باشه. L هم 2 باشه. L2 یعنی چی؟ یعنی حتما اوربیتال D باشه. خب میگه حالا تو اوربیتال D MLت مثبت 3 باشه. حواست باشه اوربیتال D رو یه بار برای خودتون بکشید. 5 تا خونه داشت. بالای خونه ها عدد ML ها رو بذارید. وسطی 0 بود، اینوری -1 و -2 بود، اوری من مثبت 1 و مثبت 2 بود. خب درسته؟ اما این گفته مثبت 3. اصلا من مثبت 3 توی D ندارم، توی F هست که من مثبت 3 دارم. پس اینجا هم میگم هیچ الکترونی با این مشخصات وجود نداره. نگاه کنید اینجا حتی براتون کشیدم، گفتم من Lم میشه L2 که به میگه یعنی دیه. من توی دی این ML رو دارم، ML مثبت 3 اصلا ندارم. پس هیچ الکترونی با این مشخصات من ندارم توی ترکیبا. خب بقیه تمرین اینجا هست. مثلا گفته N4 L3 ML2. خب باز میام میگم N هم 4، خب S و P و D و F میتونه باشه. خب L هم 3 یعنی F. درسته؟ خب توی اوربیتال F MLش 2 باشه، میتونه چند الکترون داشته باشه؟ خب شما اگه F رو رسم کنید 7 تا داشتید دیگه. درسته؟ وسطی 0 میشه، اینوری میشه -1 -2 -3، اونوری میشه -1 -2 و مثبت 3. همونایی که کشیدیم براتون حتما حفظ باشید که برای این موارد رسم کنید. خب حالا میگه کاری نداشته باشه به کل F، برو اون خونه رو پیدا کن که MLH 2. خب شما برید همون خونه که MLH 2 رو پیدا کن. میگه چند تا الکترون جا میشه؟ خب 2 الکترون اینجا جا میشه. درسته؟ حالا نه فقط ML2، ML صفرش هم که میگفت 2 الکترون. کلا ML که مشخص کنه کلا تو هر خونه ما 2 الکترون بیشتر جا نمیشه. پس جواب این میشه 2 الکترون. اینجا چی؟ N3 باشه L1 ML 0. دوباره لایه سوم. خب L1 که منظورم پیه، خب پی رو بکشید. ML 0 یعنی اون وسطیه. میگه چند الکترون جا میشه؟ بازم 2 الکترون جا میشه، چون هر خونه کلا 2 تا الکترون جا میشه. خب مورد آخرم که میگه NH3 باشه LS1. خب L1 یعنی پی دیگه. خب دیگه محدودیتی بعدش نداده، یعنی کل پی چند الکترون جا میشه؟ خب کل پی مشخصه که 6 الکترون جا میشه. خب بریم یه نمونه سوال دیگه حل کنیم. در حالت پایه AS33 چند الکترون دارای عدد کوانتومی L برابر با 1. خب اولین کاری که من میکنم، حالا به قسمت B و G میشم کار ندارم، چند الکترون دارای عدد کوانتومی L برابر 1. L برابر 1 یعنی P، یعنی میگه چند تا الکترون توی AS33 توی اوربیتال P هست. خب شما اول باید AS33 رو رسم کنید. حالا احتمالاً رسم دیگه بلد هستید دیگه. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 بعد 4s2 پر میشه، بعد 3d10 پر میشه، بعد 4p3. درسته؟ خب حالا شما پیدا کنید چند الکترون توی پی ها وجود داره. حالا اگه بخواید پی ها رو بشمارید، من خط قرمز زیر پی ها کشیدم.
اینجا 6 تا داره، اینجا هم 6 تا، 2 6 تا 12 تا، اینجا هم 3 تا 15 تا. پس برای حالت الف که LS1 با 15 تا الکترون داره، شما باید هر چیزی به شما گفته الکترون ها توی همون قسمت الکترون ها رو بررسی کنید. قسمت B گفته چند الکترون دارد دو کوانتومی Ml0. خب Ml0 باید خیلی دقت کنم. شما توی S Ml0 دارید، توی P Ml0 دارید، توی D هم دارید، توی F هم دارید. حالا ما F که نداریم، اما دقت کنید توی همش ما Ml0 هم داریم. توی Ml0 هم خب کلا 2 تا الکترون جا میشه، درسته؟ پس با توجه به این اطلاعاتی که دارید حالا میتونیم بشماریم. این آبیا همونایی که الان میتونیم بشماریم. توی S خب کلا خوش Ml0 دیگه 2 الکترون، اینجا هم 2 الکترون. توی P اگه 3 تاشو بکشید فقط وسطی Ml0، درسته؟ خب اون وسطی هم چی داره؟ 2 تا الکترون جا میشه، پس برای P هم 2 تا الکترون، S 2 تا، P 2 تا. D هم همینه، D رو بکشید 5 تا خونه داره، فقط وسطیش Ml0، بنابراین اونم 2 الکترون جا میشه، پس این میشه 2 الکترون و به همین صورت. حالا این الکترون ها رو با هم جمع کنید. البته اینجا رو دقت کنید، این برای P 3 تا الکترون داره، درسته؟ خب P رو هم دقت کنید، شما 3 تا خونه دارید. گفتیم وقتی 3 تا خونه دارید یا هر چند تا خونه که با هم دیگه هستن دارید، اول به تعداد الکترون هاشون به هر خونه یکی یه دونه میدید. به هر خونه یکی یه دونه دادید، حالا میتونید بشمارید. نگاه کن P 3 تا خونه داره دیگه، وسطش Ml. خب ما به هر خونه یه دونه میدیم، چون 3 تا بیشتر نداریم. اینجا 6 تا داشتیم، به هر خونه 2 تا میدادیم، اما اینجا چون 3 تا داریم به هر خونه یه دونه میدیم، درسته؟ پس وسطی که Ml 0 هم یه دونه گیرش میاد، پس اینجا نوشتن یه دونه گیرمون میاد، درسته؟ همه اینا رو با هم جمع کنیم میشه 15 الکترون. خب حالا قسمت جیم گفته که چند الکترون داره از دو کوانتومی Ml منفی 1، درسته؟ خب باز دوباره بگردید Ml منفی 1 کدومه؟ اسا که اصلا Ml منفی 1 ندارن، درسته؟ چون فقط Ml 0 دارن. خب پیا دارن دیگه Ml منفی 1، 2 تا الکترون جا میشه. دوباره اینجا دیگه ننوشتم، ما فقط خودتون دقت کنید. پس P 2 تا الکترون Ml منفی 1 داره، اینجا هم 2 تا داره، پس این 4 تا. توی D هم داریم میشه 6 تا. توی این قسمت هم یه دونه داریم، پس میشه 7 الکترون داره Ml منفی 1. اگه یادتون میره حتما اینا رو اوربیتال بکشید، Ml عدداش هم بالاش بنویسید که برای بار اول که حل میکنید یکم دیگه ذهنتون کامل باز بشه. بعد که دیگه عادت کردین، ذهنتون عادت کرده این اوربیتال ها و این خونه ها و این Ml ها، دیگه لازم نیست که مثل مال من دیگه فقط نگاش کنید و اعدادش رو بنویسید. خب قاعده حداکثر چندگانگی هون. بنابر قاعده هون الکترون ها به نوعی بین اوربیتال های یک لایه فری توزیع می شوند که شمار الکترون های جفت نشده با اسپین موازی به حداکثر برسد. این همون قاعده ای که گفتم خدمتون. مثلا پی میخواد پر بشه چون 3 تا خونه موازی داره. اول نگاه کنید مثلا این قرمز رنگا پر میشن. مثلا اگه ما یه دونه بخوایم تو پی بذاریم، خب فقط این یه دونه قرمز هم میذاریم. اگه 2 تا تو پی باشه یه دونه دیگه شو میذاریم اینجا. اگه 3 تا توی پی باشه یه دونه دیگه شو میذاریم اینجا. پس به هر خونه ابتدایی یه دونه الکترون جا میگیره و به تعلق میگیره و بعد مثلا که 4 تا شد، حالا اینو جفت میکنید، دوباره بعدی رو جفت میکنید تا 6 تا تکمیل بشه. برای دی هم همینه. پس ما طبق قاعده حداکثر چندگانگی هون میگه که وقتی که حالا البته ساده شو من میگم، این جمله اصلیشه، سادهش اینه که وقتی میخواد یه اوربیتال هایی که هم سطح هستن پر کنید، اول باید یه دونه الکترون بهشون بدید، بعد اونا رو جفت کنید. ترتیب پرسیدن لایه‌های فرعی هم خب فکر کنم بلد هستید، چیز سختی نیست، اما خب ما یه مرور میکنیم. اوربیتال دی در لایه سوم وجود داره، اما از لایه چهارم به بعد شروع به پر شدن میکنه. اوربیتال اف در لایه چهارم وجود داره، اما از لایه ششم به بعد شروع به پر شدن میکنه. مثلا بروم رو به شما بگن رسم کنید، خب همه اینا رو رسم میکنید، اما وقتی میخواید سدی رو رسم کنید انجام نمیدید. اول میاد 4S رو پر میکنید و بعد میرید سدی رو پر میکنید، حالا بعد دوباره میاد توی لایه چهارم قرار میگیرید. خب یه مثال دیگه مثلا نمایش الکترونی پیکربندی الکترونی قلب که با SN نشونش میدن و تعداد حالا عدد اتمیش 50، یعنی همون تعداد الکترون ها هم 50 رو برای اون بنویسید.
نمایش الکترونی پیکربندی منظورش همون 1s و 2s هست. خب شما همین کارو میکنید، فقط من ترتیبش رو میگم خدمتتون. تا 3p6 که مشکلی نیست، بعد 4s2 پر میشه، بعد 3d10 پر میشه، بعد 4p6 پر میشه، بعد دوباره دیش پر نمیشه، دوباره میره 5s2 پر میشه، بعد برمیگرده 4d10 پر میشه و بعد دوباره میاد p و ادامه میده. درسته؟ پس همیشه شما وقتی میخواید اوربیتال های دی یه لایه رو پر کنید، اول میرید اس لایه بعد رو پر میکنید، بعد برمیگردید روی دی لایه قبل رو پر میکنید. با توجه به تعداد الکترون هایی که دارید این کار رو انجام میدید. خب ما استثنایی هم توی این قسمت داریم دیگه. اوربیتال های پر و نیمه پر پایداری زیادی دارن، بنابراین در آرایش بعضی از عناصر برای رسیدن به آرایش پر یا نیمه پر مجبوریم 1 یا 2 الکترون رو جابجا کنیم. به عنوان مثال کروم 24 هست که به 3d4 4s2 ختم میشه. چون که دی کلا یه دونه الکترون اگه بگیره به صورت نیمه پر در میاد، 10 تا جا داره دیگه، میشه نیمه پر در میاد. این کار رو انجام میده برای که پایدارتر بشه. یه دونه الکترون از این میگیره، خودش میشه 3d5، این یکی الکترون از دست داده میشه 4s1. پس کروم میتونه به صورت استثناء باشه. مس هم میتونه استثناء باشه، چون به d9 s2 ختم میشه. d9 میتونه این s یه دونه الکترون بگیره و بشه d10 s1. درسته؟ لایه‌های فرعی پر شده و نیمه پر به پایداری اتم ها کمک میکنن. پایداری گازهای نظیف مهمترین مثال است. پایداری این عناصر و پایین بودن فعالیت شیمیایی آنها بازتاب پایداری فوق‌العاده آرایش الکترونی اونهاست. پس میگه آرایش الکترونی نیمه پر مثل این حاله و آرایش الکترونی پر خیلی پایداره. بنابراین ترجیح میدن که این عناصری که یکی مونده فقط به نیمه پر و پر شدنشون بیان و ترکیبات خودش رو نیمه پر یا پر بکنن که از نظر پایداری خیلی بهشون کمک کنه. خب مورد آخری که بگم خدمتون در مورد حالا دسته‌بندی این گروه ها هست. عناصر بلوک S، عناصر بلوک P، D و F. عناصر بلوک S عناصری که اوربیتال S اونها در حال پر شدنه، P هم که عناصرهایی که اوربیتال P شون در حال پر شدنه، D هم که اوربیتال های D شون در حال پر شدنه که میگن عناصر واسطه، و عناصری که F شون در حال پر شدن بهش میگن عناصر بلوک F که بهش میگن عناصر واسطه داخلی. به اینا میگن خارجی و به اینا میگن داخلی. خب اینا رو البته دیگه تقریبا خودتون بلد هستید و فقط ما یه قسمت های خاصی مثل ML و MS رو به مباحثی که قبلا خونده بودید اضافه کردیم. خب این فصل رو هم تموم شد. حالا ان شاءالله ما کلاس آنلاین براتون میذاریم. خوب مطالعه کنید که اشکالاتتون ان شاءالله تو کلاس‌های آنلاین بپرسید، برای امتحانات پایان ترم دیگه مشکلی نداشته باشید. جلسه آینده ان شاءالله فصل 7 رو توضیح میدیم خدمتتون. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدار.